پسرک، موش‌کور، روباه و اسب. اثر چارلی مکسی. سلام، کتاب را از اول آن شروع کرده‌ای و این عالی است. من معمولاً از وسط شروع می‌کنم و مقدمه کتاب را هیچ وقت نمی‌خوانم. عجیب است که توانستم خودم کتاب بنویسم، چون خوب بلد نیستم کتاب بخوانم. راستش من در کتاب‌ها به تصویر نیاز دارم. تصویری مثل جزیره‌ای است که وسط دریایی از کلمه‌ها می‌توان در آن توقف کنی. این کتاب برای همه است. چه 80 سالتون باشه، چه 8 سال. گاهی فکر می‌کنم خودم هر دوی اینا هستم. دوست دارم این کتابی باشد که هر جا و هر وقت خواستی بتوانی بروی سراغش. اگر دوست داشتی از وسطش شروع کنی، داخلش نقاشی بکشی، گوشه‌هایش را تا کنی و جای انگشتت روی ورقه‌هایش بماند. بیشتر نقاشی‌ها از یک پسرک، یک موش‌کور، یک روباه و یک اسب هستند. کمی درباره‌شان برایتان توضیح می‌دهم. البته مطمئنم شما چیزهایی می‌بینید که من نمی‌بینم. برای همین مختصرش می‌کنم. وقتی بار اول سر و کله موش‌کور پیدا می‌شود، پسرک تنهاست. آنها کنار هم می‌نشینند و خیره می‌شوند به طبیعت. به نظر من طبیعت قدری شبیه زندگی است. گاهی ترسناک اما همیشه قشنگ. آنها در گشت و گذارهایشان با روباه آشنا می‌شوند. دیدن روباه هیچ‌وقت برای موش‌کور خوشایند نیست. پسر بچه پر از سوال است. موش‌کور هم می‌میرد برای کیک. روباه اما ساکت و خسته است، چون در زندگی لطمه خورده. اسب بزرگترین چیزی است که به آن برمیخورم و در عین حال آرامترین چیز. مثل خود ما هر کدامشان یک جورند و نقطه ضعف‌های خودشان را دارند. من می‌توانم خودم را در هر چهارتایشان ببینم. شاید برای شما هم همینطور باشد. ماجراهایشان در بهار شروع می‌شود، وقتی دارد برف می‌بارد و ثانیه‌ای بعد هوا آفتابی می‌شود. زندگی هم یک جورهایی همین جوری است. چشم به هم بزنی همه چیز برعکس می‌شود. امیدوارم این کتاب به شما انگیزه بدهد تا شاید شجاعانه‌تر زندگی کنید، با خود و اطرافیانتان مهربان‌تر باشید و موقع نیاز درخواست کمک کنید که خودش کار خیلی شجاعانه است. وقتی داشتم این کتاب رو می‌نوشتم و نقاشی‌هایش رو می‌کشیدم، اغلب به خودم می‌گفتم من کیم که این کار را بکنم؟ ولی به قول اسب، حقیقت اینه که هیچ کس توی زندگی استاد نیست و همه همینجوری میرن جلو. من هم میگویم بالهایت را باز کن و برو دنبال رویاهایت. این کتاب یکی از رویاهای منه. امیدوارم ازش لذت ببری و برایت بهترین آرزوها را دارم. ارادتمند، چارلی. این کتاب رو با هم میخونیم. این مقدمه کتاب پسرک، موش‌کور، روباه و اسب بود. این مقدمه بود. تا اپیزود بعدی که فصل اول کتاب هست، بدرود.